با نام خدای مهربان سلام. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. با یک برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود و هم صحبت من هستند یک پژوهشگر جوان که در حوزه سیاست پژوهش میکنن و کاری تحقیقشون این برخورد کشورهای ابرقدرت یعنی منفعت کشورهای ابرقدرت در آسیای مرکزی. امید جان عزتов هستند از دانشگاه کلوب تشریف آوردن و مهمان برنامه کتابخوان هستند. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و سالهاست که در با دانش جان درس میگویند. بگویید که امروز چه حال و احوال دارید و زندگی رو در شهر بوستانی کلوب چگونه پس سر میکنید و وضع علم و دانش در منطقه چگونه است؟ درود بر شما و شنونده و بیننده شما و تشکر بر شما که ما را به برنامه‌تون دعوت کردید. شکر خدای را که ما را در سرزمین پاکترین، زیباترین و مقدسترین گوشه دنیا زندگی میکنم و استاد هستم، پژوهشگر در رشته تاریخ و سیاست کشورهای آسیای مرکزی پژوهش میکنم و دانشگاهی که من درس میگم بسیار دانشگاهی کهن است. طوری قریب 80 سال عمر دارد که همچون مخزن علم و معرفت فعالیت میکند و خدمت کلان هم در رشد علم و معرف جمهوری تاجیکستان کرده است و ما در همه دانشگاه درس میگیم و کمر همت برای بنیاد مکتب‌های بزرگ علمی، برای مکتب‌های معرف و همچنین ما خدمت میکنیم، درس میگیم و با مکتب‌های میانه رسپار میکنیم. مجان ما شما رو بیشتر در کتاب فروشی ها میبینیم و همچنین در دورهای علمی هم گاه شما اونجا رفت و آمد دارید. برای یک آموزگار، یک محققی که هم با ساحه تحقیق مشغول است، هم در دانشگاه درس میگوید و هم بیشتر در کتاب فروشی ها میگردد، مشکل نیست یعنی برای یک آموزگار جوان در شرایطی که بیشتر از آموزگاران، بیشتر از محققان، بیشتر عالمان جوان ما از آنمون حق مزد همین چیزا گیلمند هستن، شکایت دارن. شما چی فکر دارید در این موضوع؟ راستی ما ذوق کتاب خریم که در مغازه کتابخانه بسیار گشتم. ما از دوره دانشجویی بود. ما وقتی دانشجو بودم فقط یک مقصد داشتم. هر ما استیپندیا میگرفتیم دوره دانشجو. ما فقط یک مقصد بود که هر استیپندیا باید یک کتاب بخرم. هر دفعه که هر ماهی که میگذشت خوشبختانه ما از جمله همون دانشجوی خوشبخت هستم که طریق رایگان تحصیل در مکتب عالی دانشگاه کلوب داخل شدم و 5 سال تحصیل ما استیپندیا میگرفتم. یکی از هم خوشبخت‌ترین ما بودم که ما هر استیپندیا که میشد کتاب میخریدم. همه یک به شکل شعور تبدیل یک شکلی یعنی رفلکس شد و منتظم توضیح همه چیزا را دارم تا اندازه وقتی که بعد شهر دوشنبه میام و هر کجایی میرم که کنفرانس خوجند میرم یا که مسکو هم چند بار رفتیم میرم، از اونجا ما کوشش میکنم امی دستاویز فقط کتاب بیارم، بگم که مؤلف فلانی بود دیگه چیزا و تا اندازه در خونه میگن که منتظر بشن یک جای را خالی مونه که کتابی نو میاد. یعنی اینکه آدما شکایت میکنن که بعضی از عالمان جوانی و محققان دانشمندا خصوصا آموزگاران که قدرتشان برای کتاب خریدن نمیرسد، فکر شما چیه؟ ما فکر میکنم که دلیل این چیز مشکل نیست. معاشی که آموزگار در مکتب عالی میگیره یا در مکتب میانه میرسه به اون حدی که یک ماده یک کتابی بخری، یعنی قدرت داره که یک ماده یک کتاب بخره. حداقل کمترین شی تا 2-3 تا میتونم بخره. اما گپ در سر این میره که کتاب چگونه با کدام مقصد خریده میشه. ما دانشجو بودم کورس یک، ما گفته بودم که اگر دانش میآموزم کتاب میخرم میخونم، اگر دانش با درد من نخوره و مشکلی من حل کردن نتونه و ما که جای درآمد یافته نتونم، ما فکر میکنم باید فرجام میکردم تحصیل و به روسیه به مهاجرت میرفتم. همین مقصد بسیار جدی ما در دوره دانشجویی کورس اول بود که خوشبختانه همین نتیجه داد در کورس دومیم. یعنی همین چیز ما تازه را به عنوانی و مقصد میگیرم که حیاتم بهتر میشه. انسان وقتی چیزی را مطالعه میکنه، دانش را اسخد میکنه، به مقصد میکنه که زندگیش بهتر شود، شرایط زندگیش، شرایط بگم معیشیش همش خوب باشه. همه وقت در دل خود جامعه، در دل خود زمان، در دل خود گوشه دنیا نفر که دانش داره، مهارت داره و دانشوی داره که دیگران ندارن، با اون چیزی گفتن میتونه که دیگران گفتن نمیتونه، همه با منفعت او کار میکنه. یعنی شما از کتاب خوندن منافع دیدین؟ ما همین چیزا ما ممکن بعضی شنوندای شما قطعی بیننده‌تون بگن که کمتر محبت میکنن، نه که ما هم چیزا در نتیجه فعالیت خودم دیدم. به هم مقصد ما
اگر غلط نکنم 1000 نسخه کتاب در خانه دارم و یک گوشه تشکیل کردگی. نسخه چوپی کتاب. ما یک مدت تصمیم گرفتم که الکترونیکی بخونم، متاسفانه نتونستم. نمیشه اون لذتی که از صفحه کتاب ارسطو در دستت ورق است میخونی و تا اندازه وقتی مطالعه میکنی الهام میاد، یک فکر بسیار خوبه میاد قند تبز مؤلف تا اندازه همین لهجه گفته گپ زنیم، همین گپ هم میگه یا راحت است برای خواننده. و رفیقام هم که بسیار شوخ هستن، اگر چی کتابی میگن نیامه میره امید میگیره. امید شما در حوزه سیاست پژوهش کردید، یعنی بیشتر فعالیتتون فلسفه و سیاست است، بیشتر میبینم کتابا رو در این زمینه بیشتر مطالعه میکنید. این شوق و ذوق از کجا است و چرا فکر میکنید که این شب روز خودتون باید به این سمت بروید؟ یک چیزی هست برای آدمایی که یک عامل هست که میخوان همین سمت تحقیق کنن. من در دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی در فاکولته تاریخ و مناسبات بین‌المللی تحصیل میکردم. برای ما استادای بهترین درس میگفتن. استادای درس میگفتن از فلسفه، استادای درس میگفتن از تاریخ و دیگر. یک از استادای بسیار ارجمند ما، معتبر ما، خدا جاشون جنت کنه، نیستن امروز در بین ما، استاد عبدالواحدوف، عبدالستار و نامزد داتسین بودن و فلسفه درس میگفتن. در دانشگاه کلوب بسیار یک زل کلانی وجود داشت که مورا زل لکسیونی مناسب و در روی تالار لکسیونی و در اوج امی عکس‌های فیلسوفای معروف با حجم بسیار کلان آویزان بودن و او وقتی میگفتن نامای امو را گرفته یک گگری بزرگ گفته بود، همین خیلی گفته گپ میزدن، برای ما یک الهام بخش بود که بعداً واسه با ما با المپیادهای فلسفه میرفتم، بعداً با سیاست شناسی ادامه دادم و همین خیلی این به زحمت و تلاش بیشتری استادای معتبر ما بودن که امروز ما به همچه ذوق پیدا کردیم. و اویسا ما وقتی دانشجو بودیم رساله ختم ما یادم است که ما المپیاد جامعه اکادمی آزمون است در جمله که میگذره بسیار به منفعت رشد علم و معرف است که در نزد اکادمی علمی جمهوری اسلامی میگذره. ما دانشجو بودم و بعد از هم منبر برآمد کردم. او وقتا بودن استاد اکادمیک رای مصف، همه میشناسه او کسا را فکر میکنم. و وقتی ما اومدم با همین ما مؤلفا را کتابا را میخواندیم، مؤلفا را ندیده بودیم. وقتی اومدم هر یک مؤلف میدیدم، مؤلفی که ما کتابش خوانده بودم باور کنید یک هیجان بود. می اومدم نگاهش میکردم، خیلی یک نگاه خالی میایستادم که مردکه دیدم. یعنی مؤلف کتاب جالب است برای بسیار برای ما اثرایی که استاد اثرای بسیار بی‌زوال اکادمیک رای مصف بسیار نظیر ندارن. من فکر میکنم در جمهوری تاجیکستان و همون مؤلف وقتی من میدیدم، وقتی فرصت یافتم رفتم خچون صحبت کردم، همون استاد بسیار کم ترک فعل بسیار یک خصوصیت خاصی ایجادکار است، یک عجیب یک فعل فعال دارن. و وقتی من پیش رفتم روسی سخن میکردن، بعد می کیت میگفتم خیلی کیت، من گفتم ازم که چی میگویی؟ بعد وقتی صحبت من آغاز شد که ما رساله ختم ما چقدر دنبال گفتم تاریخ نگاری دولت ایتالیا. این مرحله تاریخی بود که بسیاری از تاریخ شناسان میگن سلسله تاریخ خلق تاجیک در همین مرحله عصر فرجام عصر 4 و ابتدای عصر 6 کنده میشود. ما ساسانیان هم میگذاریم، بعد میره تا ایران و هیچ کس درباره ایتالیا قریب که سخن نمیکنه در بسیار از کتاب‌های تاریخ. و همین سبب شد که با او کسا قد صحبت کردم و او هم این مسئله تاریخ نگار را بسیار دقت داشته است و صحبت من خیلی طولانی رفت و حتی دعوت کرد که بیا تحت عنوان راهبری ما شمار اسپرانت شن. دیگر متاسفانه عمر وفایی نکرد، با او کس ما هم نتونستیم خط استاد. در مجموع همین شخصیت‌های معروف جمهوری، مؤلفای کتابی بسیار ارجمند ما عامل شدن که ما همین با پژوهش مسائل کشورهای آسیای مرکزی، تاریخی منفعت‌های کشورهای برقرار در آسیا مرکزی همین را پژوهش کردیم. سببی که ما شما رو با برنامه کتابخوان دعوت کردیم و اگر شما اهمیت داده باشید برنامه کتابخوان یکی از بخش میاد که بیشتر بخش معارف پیگیری میکند و بعضی نقصان و کمبودی و پیشرفت این سوها را میآموزد، بررسی میکند، تحلیل میکند. شما آموزگار هستید، امروز یک بحث نو اوج میگیرد درباره نظام تحصیل در تاجیکستان و اکنون ما یک نظامی بگیم نظام کردیتی داریم که امروز عمل میکند و گروه هم پیدا شدند که میگویند باید این نظام
چی میگن ثمره نداد و باید یک نظام دیگر به جاش بیاید. بیا سر این موضوع بحث کنیم. شما هم آموزگار واقعا نظامی که هست امروز شکل درس دهی در تاجیکستان یکم نظام تحصیل شما را قانع میکند و اندیشه شما چی است در همین موضوع؟ ما میخوایم از آموزگارای جوان اینا بپرسیم و شاید سلسله برنامه هم در این موضوع بکنیم که چرا بسیاری از امروز صدا میدید که این نظام کردیتی برای ما نتیجه نداد و نظر شما چی است؟ راستی مسئله ای که امروز بسیار یک دایره بحثی را برآورده، نظام تحصیل کردیتی روند بلانی همین عنوان داره. اگر غلط نکنم همین نظام تحصیل کردیتی برای کسی میتونه خوب باشه، برای کسی میتونه خوب نباشه. من فکر میکنم یکمین درجه نقطه اساسی همین نظام تحصیل کردیتی از طرف وزارت معارفه جمهوری تاجیکستان، از طرف حکومت جمهوری تحصیل کرده شده است. یکم نقطه که بسیار چی بگیم یک اهمیتی حقوقی و نظام ناموی داره، کانسپت معین خودش داره و این منفعت آور است، منفعت آور نیست. این مسئله بحثی و خب میتونه که مد نظر گوناگون دانشمندا و پژوهشگرا و استادا باشه. ما فکر تنها شخصی خدمت میگم و برداشتی که من هر سال استاد دانشگاهیم و 5 سال تحصیل کردگی خدمت میگم که هر چیزی که ما در همین مرحله در مدتی بگیم نه کمتر از 13 سال با همین نظام روبرو است. ما فکر میکنم که دلار یکی از نظام‌های بهترینه. برای چی؟ فقط با قیاس گپ بزنیم. ما داریم نظام عنعنوی داشتیم انیقترش. ما یکی از بگیم نفری هستم که مرحله گذریش ده ما اصلا بسیار وقت حظ نمیکنیم که ما نسلی هستیم که در دوره گذریش تولید شدیم، در دوره گذریش تحصیل کردیم و در دوره گذریش که بسیار صورتی بلند قد دنیا تغییر یافته در همین گذریش هم زندگی و عمر بسر میبریم و همین مرحله بود برای ما. وقت دانشجو بودیم از نظام کردیتی از عنعنوی با کردیتی گذشتیم و هم قسما من نظام عنعنوی را تحصیل کردیم با کردیتی. بعضی از در ابتدا در سال 2011 وقتی ما دانشگاه داخل شدیم قسما یک گروه ها بودن نظامی تحصیلی عنعنوی و نظامی دیگری کردیتی که ما در دو دوره همین چیزها رو دیدم و شما یک بار قیاس کنید. شما هم تحصیل کردین، من هم تحصیل کردم در مکتب عالی. نظام عنعنوی خصوصیت چند شکل درس بود؟ 2 شکل درس بود. هست درس نظریوی یا لکسیاش عنوان میکنن و درس سمیناری عملی که میشه و 2 شکل بود. یا در همین یک مدت معینی وقت می آمدن استادا یک معلوماتی بیشتر با ما به طریق لکسیونی میگفتن، ما او را میگرفتیم با روی ورق ثبت میکردیم و او را بعد از فرجام معینی وقتو با میگشتیم همون چیزا رو گپ میزدیم. یعنی یک مدت معین فقط برداشت میکردیم، مینویساندیم تا اینکه بیم همین معلومات بودیم. یعنی 2 شکلی درس. در نظام کردیتی اکیداله 4 شکلی درس. فقط ما گپ میزنم شما نتیجه گیری که ثمره‌ناکی کدام نظام خوبتر است شما خودتون با بیشتر میکنید و ما هم خلاصه خودم میگم 2 شکل است. تو دانش نمیگیری، کتابا رو میگیری، میخونی، میای جواب میگویی و چیزی که از در کتاب بررسی میکنی. نظام تحصیل 4 شکل است. درس نظریه اودیتوری نام داره، عملی هست نام دارد KMRU کاری مستقلانه دانشجو برابری استاد هست. بعد نقطه آخری درس که KMD نام داره، کار مستقلانه دانشجو. یعنی 4 شکل چی خیلی باید صورت بگیره. یکم نقطه ما فرض کردیم ما درباره پیدایش دولت گپ میزنیم. ما در لکسیا شرط نیست که در درس نام داره، درس اودیتوری لکسیونی نه. میتونه به شکل لکسیا باشه، میتونه به شکل ویدئویی باشه، میتونه غیر اودیتوری باشه، بیرونده باشه برای نشان دادن. و در درس لکسیونی یک مجموعه معلوماتی معینی را به بچه درباره پیدایش دولت بیان میکنه. از نظر مارکسیسم سرکردگی تا نظر الهیات و دیگر نظر پیشنهادی خواننده میکنه، دانشجو میکنه و دانشجو وظیفه دار است که همین مجموعه دانشجو را از خود کنه. یک مجموعه نه تنها خصوصیت خودش همه که برای یک لکسیه را یک موضوع را مطرح کردن به بچه دانشجو استاد باید نه کمتر از 10 ادبیات در یک مسئله بیان کنه.
یعنی 10 ادبیات مطالعه کنه، بعد 10 ادبیات فشرده کنه و بیاره بچه را تقدیم کنه. در برابر که لکچر را میخونه متن پورا باید بچه را بوده چی کتابی است و چی گونه‌ای باشه و امور را تقدیم بچه کنه و بچه را مطالعه میکنه. بعد درس عملی است. درس عملی نظام کردیتی از درس عملی انعنوی کلان فرق میکنه. درس عملی ما مجموع نظرها که از کتابو خواندیم درباره پیدایش دولت، همه کسا با دانشجو در هم مدت 50 دقیقه هر یک دانشجو هر یک مؤلفی را بگیره بخونه و اندیشه‌اش دایر مناسبت بیان کنه و در مجموع اندیشه اوش میگه و دیگرش اندیشه دیگره. در فرجام درس عملی درس کمره‌ای یعنی کار مستقلا دانشجو برابری استاد ما در یک برنامه تعلیمی وجود داره که تحت عنوان سیلابوس در همونجا گفته اگه موضوع کمره‌ای هست یا موضوع کمدی هست و لکسیونی و عملی هر موضوع خودش داره، موضوع بس کننده خودش داره و درس کمره‌ای و بچه در نتیجه گیری همون موضوعی که بررسی فرض کردن درباره دولت گفتیم پیدایش دولت، همونجا بچه وظیفه دار میشه که فرض کردیم دیدگاه شما درباره اثر ارسطو و نگاهی او درباره دولت چگونه باهمته، یا که نیکولو ماکیاولی چه اندیشه داره کتابی گسوداری خودش داره، یا که کارل مارکس مکتب مارکسیسم چه اندیشه داره. به هر یک دانشجو موضوع در درس کمرو تقدیم کرده میشه که در همون درس کمرو باید بیاید اندیشه‌ش درباره هم بگه که ارسطو چه اندیشه داره، مکتب مارکسیسم چه اندیشه داره، دیگر مکتب‌ها چه اندیشه داره. وقتی که استاد میبینه که بچه‌ها درباره همین مسئله برداشت دارن، علاقه تصورات عمومی وجود داره از دایره یک کتاب یا یک مؤلف، در نتیجه کمدی میشه. درس چهارم که بچه تقدیم میشه درس آینده میشه، استاد با او سپارش باید بده که شما همین گپا را بنویسین و همین مسئله مطرح شده را بررسی کنید و اندیشه خودتون تا کجا مسئله مطرح شده است و برای چی شما در معقول هست بیان کنید. نظر شخصی خودت داشته باشه. مخصوص نتیجه گیری فکری شما مهمه. مقصد اساسی همین درس فرجامی آخران همینه که بچه نتیجه گیری خودش درباره همون مسئله که مؤلف یا که کتاب بیان کرده است کاملا بیان کنه که طرفدار اندیشه او است یا برعکس و بعد کدام دلیل طرفدار است و با کدام دلیل قبول نداره همین چیزا. یعنی روش میت ذهنی کودک، ذهنی دانشجو را، قابلیت تحلیل کردنش، تفکر انتقادی داشتنش. خب اونایی که ضد همین نظری هستن، یعنی اونایی که طرفدار انعنه هستن، اونا چی کم دیدن که امروز صدا بلند میکنن و امروز این بحث شدید میشه؟ اونا چی از نظری مخالف شدن؟ یک مشکلی داریم اکی دلیل. مشکلی ما پژوهشگرا است. این مشکلی ما اساسی استادا است. برای چی؟ برای که ما بعد از نظام انعنوی به نظام کریتیک گذشتن ما مجموعه ادبیات‌های درسی داریم. بسیار امروز اگر شما دوره دانشجویتون باید بیارین یا من باید بیارم چند سال پیش فرض کردیم ادبیات‌های تاجیکی قریب که کم بود. همین خلاص بسیار کم دسترس میشد. فقط مطالعه میکردیم خوش به حال دانشجویی زبان خارجی میدونید یا روسی یا انگلیسی که میتونید مطالعه کنه بیا بوده. امروز خوشبختانه بسیاری اثرها ترجمه شده، گن اثرهای حتی علوم جهانی و وطنی هم بسیار تعریفات خوب هم به بار میارن. مشکلی است که متدیک تعلیم ما مشکلی اساسی همین مرحله داریم که متدیک تعلیم نظام تحصیل کردیتی از متدیک تعلیم نظام انعنوی کاملا فرق میکنه. ببینید که من دو شکل درس گفتم، ایجاد چهار شکل درسه. یعنی اکی دلیل در دو شکل ما نتیجه گیری را فقط دمو برداشت بچه را از کتاب چی خونده سمو را میشنویم. میتونه اصلا در مرحله بیان کردن اندیشه دانشجو در نظام انعنوی بگه که تو چی فکر میکنی؟ نه که در نظام انعنوی درسی مخصوصه که نتیجه گیری کنه. در نظام کردیتی یک مخصوص درسه که بچه باید نتیجه گیری کنه. وظیفه داره همون کردیت یعنی قرضدار است که فکری خودش بگه. یعنی تصور ما را مجبور میکنه که ما یک اندیشه در پیرامون یک خودمون داشته باشیم. فردی اندیشه فردی دانشجو بسیار مهمه. برای که وقتی دانشی از کتاب برداشت شده نتیجه گیری کردن هم میشه یک معلوماتی بیشتر نیست.
لیکن چرا با وجود همین قدر انا شما چقدر زیبا گفتین نظام کردید و سالهاست که دانشگاه‌های تاجیکستان به این عمل میکنن، هنوز هم دانشجوی تاجیک نظری خچه نداره، دیدگاهی خچه نداره، فکر شخصی خچه نداره و مشکلی تعلیم هنوز در کشور جا داره. مشکلی این یعنی فکر میکنید که تنها وابستگی به نظام تحصیل داره که دیگه امیدوارم تحصیل میرسونم برای دانشجو؟ مشکلی اساسی که شما گفتین که دانشجو اندیشه فردی خچه قریب که تا اندازه بیان کردن نمیتونه، اکید دلیل هر یک چیز مرحله گزارش داره. هر یک مرحله یکی از بگیم پایه‌گذاری نظر امی مکتبی بسیار معروف نظامی کردیتی فنلاندیا است که موسیقی قدر در دنیا فنلاندیا در معروف در مقام اوله. یکی اگر ما یک تاریخ باید ورق بزنیم، تاریخ یگانه صحیفات علمی است که ما را از گذشته و مرحله تشکلیابی تمام خلقیت و تمام پدیده‌های اجتماعی را انعکاس می‌کنه. همون مرحله گزارشی که در فنلاندیا، استرالیا، گرمانیا و دیگر اروپا کشورهای اروپایی همین مرحله را گذشتن. همین فقط که او بروقتر سر کرده. همین ما هم فکر میکنیم که دلیل مرحله گزارشه. مثلا اونو گذاشتن که چیزی که خودشون فکر کردن، اندیشه خودشون بود، در تجربه دیدن. ما یک چیزی مثلا ثابته، یک چیزی اثبات شده را گرفتیم، یعنی یک چیزی تئوری را گرفتیم و در خودمون عملی کردیم. باید روش تست روش کنیم به اندیشه ما. یعنی مثلا ما این نظام خودمون کار نکردیم، ما نظامی و این یک چیز دیگر هم جالب است شما اشاره کردید. چرا همین نظام در ژاپن کار داد، در آلمان کار داد، در آمریکا کار داد، مثلا در کشورهایی که پیشرفته دنیا از همین طریق همین نظام پیش رفتن، ولی مخالفانی که این نظام هستن و میگن که نظام عنعنوی خوب است، اونو مثلا نمیبینن که چرا در همین کشور همین نتیجه داده است و ما نتیجه تیارش هم میاریم درجه عملی میکنیم در کشورمون. اکید دلیل یک بار دیگه میگم که همین مرحله گزارش برای چی گزارش؟ اکید دلیل شما جوانی هستیم که زمان استقلال تولید شدیم. ما 30 سال عمر داریم. برداشت ما و شما در یک 30 سال عمر چقدر است؟ و نفری که 50 سال عمر داره، 60 سال عمر داره، استاد معتبر، مثال ما در 30 سال عمر که پژوهشگر هستم، مثال چه اندیشه دارم، یک چند مقاله دارم و دیگه بیش ندارم. و استادی هست که 60 سال 70 سال کتاب و تالیفات بیشتر داره. یعنی انا مرحله گزارش هنمیه یک دلیل که ما باید من میدونم بسیار مرکب. یک مشکلی اساسی ای است که برای تطبیق عملی کامل نظام عنعنوی دستگیری و سرمایه مالیوی بیشتر لازمه که ما جمهوری رو به انکشافیم. تاجیکستان در نشاندادهای اقتصادی جمهوری رو به انکشاف است. ما در همین یک مرحله که تشکل یافتیم، همسایه معارف ما دیگر سایه بیشتر معارفم، ما خیلی نقطه‌ای در کاری درست دیدیم که بیش از 3000 مکتب داریم در تاجیکستان، بیش از 40 مکتب عالی داریم و همه مکتب عالیمون با نظام نو که با برنامه‌ها و استانداردهای دولتی وجود دارند. از جمله که یکی از موفقیت‌ها ما دستگاه الکترونی داریم. ما مرحله به مرحله به همین چیز قدم زده ایم که دلیل و بیشتر برای چی کمتر مدت دیرتر نتیجه گیری شده است؟ برای اون که ما یک کتاب بود استادی دانشگاه ما او کسام نیستم جاشون جنت کنم، استاد مصطفی قلف بودن، یک کتاب داشتن پداگوژی پسیکولوژی سینوسالی. کتابی بود که درباره چگونه کودک از نگاه پداگوژی پسیکولوژی تشکل می‌یابد و اونجا درباره تاریخچه معارف گپ میزنه و اونجا یک گپ میزنه که در زمان شورای بعد از جنگ بزرگ وطنی از سال 45 تا سال 85 تو همین دوره را مکتب صنف یک از 8 سالگی می‌بردن. بعد از سالشون بعد از 7 سالگی بردن و استاد ما بسیار خوب و روشن به ما آگاه کرد که بعد از جنگ دوم جهان، بعد از جنگ بزرگ وطنی، یک مرحله بحران اخلاقی، بحران عموما یک مرحله ناخوبی را پس سر کرد خلق شوروی. به همین خاطر یک خفاماندگی هست. همین شرایط اقتصادی و دیگر عوامل‌ها میتونه تاثیرگذار باشه بر شعور، تشکلیابی شعور همون مرحله بود و ما هم میدونیم که کدام روزهای ننگی را پس سر کرده خلق توجیه و همین مرحله عامل‌های شده است که ما نتیجه گیری ما کمتر دیرتر شده است
ما فکر میکنم در مدت‌های در فرصت‌های آینده یک امکانات‌های بیشتر که با معرف میشه و فکر میکنم ما به این نقطه میرسیم. خب بدونید بحث ما در این موضوع چی است؟ فرض کردیم که امروز ما اگر نظام عنعنوی دیم، بعد نظام کردیتی دیم، بعد 12 ساله شدیم، خب ولی وقت بگردیم مثلا مثل که روسیه از نظام ولونی دست کشید، گشت مثلا با نظام عنعنویش گذشت است و ما هم بگیم ما خوب میگذاریم به این نظام دیگر، یعنی باز یک مرحله گذریش دیگر، باز یک مرحله گذریش دیگر. اگر در 30 سال نشد ما 30 سال آینده دیگر منتظر شیم که مثلا تغییرات در این سیستم ما. شما نگرانمون از این است که مثلا مکتب مطالبه ما دانشجویی ما در تجربهگاه مثلا تجربه شابه صورت بگیره. ما نمیتونیم که یک نسل، دو نسل، سه نسل بالاش تجربه صورت بگیره. ما نگرانیمون از همین است که اگر که ما با یک نظام از درست‌تر برویم، درست‌تر مثلا پیش برویم. ما موضوعی بحثمون این است که یعنی اگر حاضر میشود که از نظام کردی با نظام وای عنعنوی گذاریم. ما فکر نمیکنم که ما با نظام برمیگردیم با نظام عنعنوی. برای چی؟ برای که ما برای که یک نظام تغییر بده باید بودجه دولتی تغییر بیاد، بودجه در سایه معرف تغییر بیاد. دیگه مرحله ها داره که ما فکر میکنم ما در نظام تحصیل کردیتی منفعت بیشتر دیدیم. نتیجه گیری که ما از بچه میکنیم و نتیجه گیری که از دانش و مهارت بچه امروز میگیریم، ما فکر میکنم ما که دانشجوی هم دوره بودم و نظام عنعنوی در تحصیل کرده بودم، ما همچون دانشجوی که هم دوره بودم از قیاس میکنم یا بیشتر میفهمم. این میبره که اینجا شما 8 نفران همینجا 6 تا بودن که استادا بودن، مثلا بسیار استادای کلام گفتن از زمانی که تست مود شد، از زمانی که همین نظام اومد دانشجویمو به سواد شد، بچه‌مو به سواد شد. شما شنیده باشید، شما اینه که از همین برای آدمایی که مثلا با طلبا کار میکنن و اینقدر گفتن سطح دانش در این کشور، در این مملکت، در این مکتب و پایین رفت که ما دیگه نمیتونیم اینا جمع جور کنیم. نظر شما با فکر استادا چی است در همین برنامه بود، در همین منبر؟ خب اگه ما نباشه نگیریم همین گپا رو گفتن. شما با نسلی مثلا جوانتر دیدید، فکر شما با چی است؟ ژاپن با همین نظام تو نیست. کشورهای اروپایی همشون نقطه درکاری در رسیدن که همسایه کشورهای ما هم از جمله در این مرحله خیلی موفق شدن. وقتی نقطه اساسی رفتیم همین تست ما داشتید مردم بساوچ ایگه غلطه کرده. برای چی؟ تست ما استاد ترتیب میتون و او استادم ترتیب میتون. تست ترتیب دادن سوال ای از وظیفه فردی آموزگار است، وظیفه آموزگاری او است. تست او چیزی که دلیل ما و شما میفهمیم که همین سه فرض کردم سه چگونه است، شیرین، تلخ، ترش دیگر. تست گونه باید نباشه که دلیل و متاسفانه ما هم خیلی میکنیم و با همین نظام تحصیل کردیده تستش با همین دیدگاه میبینیم. ترش تمام بگی اوسه شما молодец 4 نه تست خیلی نیست. تست چند شکل داره که دلیل. تست میتونه سوال باشه، جواب پره، ناپره، قسمان پره و فکری مؤلف باید جواب دهنده. بله انمی تست باید فراموش نکنیم. با دیگر که ما تست داریم که ما به واسه چیزا را تجربه میکنیم در درس گفتن، ما تست پوشیده داریم. یعنی بسیاری از مردم بها نمیته، نگاه نمیکنه که این نظام با این تستاش گوناگون است. اروپا وقتی با این نظام به نقطه درکاری رشد رسیدگی معرفش این بهوده نیست، چون ما با چشم سرمون میبینیم که نتیجه گیری چی میشه در اروپا، با کجا رسیدن. یعنی بود است تست پوشیده چه همین نیکولو ماکیاولی در اثر گسودار دولت یا حکومت چی برداشت کرد و آیا این درست است این شکل مناسبت؟ بعد برای که این سوال جواب بده در تست بچه کتاب کاملا خوانده باشه و جواب بچه اوجا صحیح امو سوال است، فاصله بین سوالی منبعد خیلی کلان است. استاد میدونه که جواب چند قدر است و همون قدر فاصله میمونه. خب نه شکل دیگه شما براتون بگم. این شکل دیگه شما فکر درست گفتید. حاضر در همین فروشگاه‌های کتاب تست های آماده شده میفرستن با جواباشون. وقتی یه نفر میخواد دانشجو شود، دانشگاه داخل شود، همون کلاستر 5 کلاستر 4 کلاستر او را میگیرد. اون بدون آن که مثلا کتاب خوانده باشد، زمین‌های علمی داشته باشد، در مکتب درست درس خوانده باشد، اگر این سوال اومد جواب ب س سش درست است، مثلا سال 1990 ایش درست است، همین ایش مثلا از همون چیزای تئوری میآموزه، اون میره اون مثل یک ربات مثلا میشوه. یعنی اون باید این چیزا رو در مکتب اونا پورا خوانده آماده باشد. شاید
اونهایی که طرفدار نظام عنعنوی از این چیز ممکن نگران باشن. میگه در نظام عنعنوی در وقت گرفتن امتحان با بچه شما کار میکنید، بچه را اندیشه میفهمید، فکرش میفهمید و در اینجا همین هایونه تقدیر دانشجو رو حل میکنه. مثلا نمیگه یک چیز سیاه کردن ما هم گذاشتیم آخری سال ما هم تستی بود، مثلا خیلی توکل به خدا 20 تاش مثلا درست رفت. ما اگر در برای تست‌های مرکز تستی گپ بزنیم، این تست‌های مرکز تستی از تست‌های تعلیمی فرق میکنه. اونجا بود دیگه کاملا دیگر چیزایی. با تست‌های مرکز تستی بچه را در اونجا تا این تستی را آماده میشه طبق برنامه. از تستی که شما گفتین که بچه قدیبات رو بروشه بچه را بشنوی، ما قبل از همه سخنان گفتم که در نظام کردیتی 4 شکل درسه. بله. تا اینجا اومدن ما در 2 شکل میم بعدش بچه را علاقه میشناسیم، علاقه میدونیم، نتیجه فکری رو میگیریم به طریق خطی و از شفایی که صحبت میکنه در دستگاه منبر دانشجو هم میبره، اندیشش هم میگه، در کنفرانس‌های محفل‌های کافدرا برآمد میکنه، در این مرحله بود در کنفرانس اپریلی دانشجویی برآمد میکنه. یعنی تا به تستی رسیدن چند مرحله را بچه پس سر میکنه که ما را هوایی نمیتونه میگیم 1-2 ملادس برا. نه آخه ما اونجا گفتم که در ما 2 شکل درس دیگه قد بچه قد برو میشه. فکر میکنید چند درصد آموزگارای جوان و چند درصد آموزگاران ما قدر درس میفهمن همین نظام؟ اینه به روی راست اینا بگیم از این منبری جای وای نیست، چون ما شکایت زیاد داریم از آموزگاران و از مکتب میونا و از خودی دانشگاهی که کادر تیار میکنن و بسیارشون نمیروند. یک بحران هم در سای آموزگاری داریم. اینا بیاد آشکار بگیم امید جان که مثلا چند درصد آموزگاری ما به همین نظام آماده بود یا آماده هست یا آماده شده ایستاده است یا چقدر درک میکنین موضوع. این که شما شوق دارید، رغبت دارید، کتاب میخونید و هستیتون برای این معارف بخشید، فکر میکنید 100% آموزگاران ما همین گونه هستن؟ نفری که تجربه بیشتر داره برای یک آموزگار همین در نظر من که دلیر که آموزگار یک نفر ایجاد کنه، نفر است که ما وقتی درس میتونم بچه‌ها متدی که تعلیم درس میدونم میگفتم که همین آموزگار باید از همین هیچ چیزی باید با آفرین نسازه، ساختن از بودگی میسازه، از نبودن با آفرین. ما فکر می‌کنم استادایی که تجربه کهن دارند و تجربه بسیار کلان در تالیفات کتاب و دیگر چیزا دارند و از این مشکلی بسیار به سادگی میگذرن و این مشکلی بسیار جدی هم نیست. مسئله جوانان در ما فکر میکنم جوانان استادای جوانی ما بسیار پرغیرتن و شرایط تکنیکی در مکتب‌های عالی به‌نهایت زیاد است، به‌نهایت امکانیت وسیع است. دل خود دانشگاهی تاجیکستان شما برین در کتابخانه کتاب به هم شکل الکترونی دسترس کردن میتونید، هم به شکل زنده کتاب و از جمله با اینترنت پیوست هستند. مثلا در دانشگاه ما بیش از 20 یا 30 کامپیوتر که تنها در کتابخانه با در سیمخانه‌های لینگافون دیگه علایده. یعنی شما میگید که تمام نگران از سایه معارف این باطل است یا مفهوم است، یعنی یک چیزی نادرست است، این نگرانی که مردم از این ساعت دارن. این گفت گفتن یک چیز پیشین است، یک اندیشه فیلسوف بسیار معروفی اروپا انفتش آلمانی که ما دانشجو را برای که دقتش جلب کنم وقتی درباره یک متفکر گپ میزنم اکای للین میگم یا که دیگر که بسیار جالب میگذره در نظر من، ممکن از نگاه متدی برای بعضی نادرست باشه لیک برای من درسته. گفتی همون درس مون که امی اکای فیرباخ امی فیلسوفی فیرباخ یک گپ خوبه میگه من وجود دارم و غیر من وجود دارد، غیر من به من وابسته ده، به من وجود داشته نمید. همین چیزی که من برداشت دارم برداشتی من فکر میکنم که درست تره و کیو چی فکر دارند و چی اندیشه دارند وابسته به درک خودشون، وابسته به مسئله خودشون و برداشتی بود. خب یک سوال دیگر میدیم به قسمت معرفی کتابو میگذاریم. من فکر میکنم اینجا باید آشکارتر پاسخ بدید. خیلی نمی دانشجویی که میبینن شما خودشون کار میکردن خیلی کلوب از ده ها میبن از مکتبای میانه میان بیا خو همین روی خدا راست شو بگیم چقدر به طلبات همین دانشجو بودن جوابگو هستن، چقدر دانشجوشون کافی است، شما چقدر عذاب میکشید برای اونا رو آماده کنید، سطح دانششون تا کجا است؟ این که از لیسه کلوب چند نفر میاد مثلا در دانشگاه یا که از مکتبی معتبر این یک طرف، اونایی که از اطراف میان یعنی از نویای دوردست از شما گفتیم که مثلا شاید 40 دانشگاهی تاجیکستان تخته الکترونیک داشته باشد با کامپیوتر وصل باشد یا نمیدونم با بهترین کتابخانه مجهز باشد، ولی امکان ندارد به فکر من که 3000 مکتب تاجیکستان با تخته‌های الکترونیکی و سیبخانه‌های کامپیوتری و کتابخانه مجهز و پیشرفته ترین کتابو اگر این باشد پس ما هم فنلندیم دیگر مثلا باید بریم به سمت استحصال و بعد دیگر رشد کنیم. چقدر شما را قانع میکند این مثلا دانشجویی که میآیند همچون آموزگار جوان؟ من
تنها یک چیز میخوام بگم اکید دلیر که در حقیقتا همون شرایطی که ما در ابتدا در دانشگاه توجیسم گفتم ما همش قریب به چشم سر دیدگی هستم و به همین عنوان دیدگی میگم و تا کجا نتیجه بچه تو دانشگاه آمدن چه خیلی است اکید دلیر شما یه بار باید برای خطانه و خدمانه بگیم من هر یک کدوم ما از انسان همی هر یک لحظه حیاتی و شکسپیر میگو زندگی به مثل صحنه که ما در اون نقش میافریم. ما دو شاگردان همه هر دفعه همی شکسپیر اندیشش هم میگم وقتی کورس یگان میگم شما یک صحنه طلبگی را گذراندین کدومید که با هنر بلند نیکوس کردین مدال گرفتین و امتیاز یافتین به دانشگاه با نفوذ رفتن و کسایی که نتونستن به دیگر دانشگاه به طریق شرطنامه رفتن. امروز همی صحنه اینمی صحنه در وقت شما میایین و شما چگونه نقش میافرین آینده نقش دیگری شما و در حقیقتا بچه‌ای که ما میاین بعضی مشکلات داریم که این روند جهانی شوی اکی دلیر برای بچه ما تا کجا میفهمونیم نمیفهمونیم در برابر دانشگاه و مکتب پدر مادرم باید کار کنه که همین بسیار کم ترک مشکل ها را با وجود آورده است که بچه برداشتش کم ترک پایین تره و نکی یک چیز یک دلیل شما اهمیت داده باشید در دانشگاه و در مکتب خواننده میشنه در یک پارته 2 نفر میشنه هر یک نگاه کنید در دانشگاه هم از جمله استاد میشنه یک پارته داخلش تنها میشنه و بسیار یک مساحت وسیع برای استاد است و گفت شما برای چه اما برای است که استاد همون صحنه ایجادی و هنر با هنرمندی کنه در میدان صنف و دانشجو را چگونه هست نیست آماده به همون لحظه ای که باید باشه بیاره نمو صحنه است که استاد با تمام نیروش ساعت معین شدگی که حقدار میشه هنر بلند یا آموزگاریش ایشان بده و به همون هنرش بچه را به همین فن و علم تحقیقات جلب کنه چه خیلی که دیگران را کردن. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی آید و نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست. خورم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. یادی هم استادایی که واقعا کار کردن، جدی کار کردند و در این صحنه هنرمند خوب بودن و دانشجوی خوب بودن گرامی بود و ای کاش همه استادان هم مثل شما تلاش کنن، مثل شما در این صحنه هنرمندی کنن که تا دانشجویشان به جای برسن و همون صحنه پیوسته به جاست. خواه نخواه شاید یک روز ما هم به یک جای در این سمت خواهیم رسید. چی کتابی را به برنامه آوردید و چرا دوست می‌دارید در این سمت بیشتر مطالعه کنید و پیام این کتابو فکر میکنید اگر مطالعه‌اش هم به جامعه تاجیکستان چی است؟ ما فقط شاگردانم وقتی میگیم کتاب بخونین یا خودم میخونم همین مسائل چی است و برای چی است همین را جواب دادن این نقطه تشکل رشد فکری است. ما فکر میکنم همین اثرها را ما به خاطر همو پیشنهاد میکنم که دیگرها بخونن برای اندیشیدن و چخیل در ابتدا گفتم که شما گفتین سومگی جو میاره کتاب میخری ما از این جو برای که نتیجه گیری میشه از هر یک دانشی که میگیری نتیجه گیری میشه و که همه چیز خوب است و زندگیت بهتر میشه. ما یکم کتابی که میخواستم ما که دلیر حدیث های اخیری که در جهان و عموما حدیث های اخیری که امروز سر زده است میبینیم برای ما یک تجربه بسیار بایشید. من فکر میکنم که دلیر که ما یک بارگاه باز بگردیم و آگاهی ما بیشتر کنیم و نقطه ایده بیاییم که ما باید تشکل بیاییم. نسل جوان که اهالی تویسان بیشترش 70% جوان است. ما جوان باید بشینیم در سکوتی در تنهایی خودمان یا که در کجای باشه از عادی ترین از دهقان سرکرگی تا خادم کلان علمی اندیشه داریم چی کار باید کنیم که تشکل بیاییم همین مهارت مونه دیگر کسب مونه تشکل کنیم با زمان موافقت بکنیم که وابستگی بیشتر من کم شود و ما تشکل بیاییم و ما ایستادم و نقطه اساسی اومدم که ما باید کتاب بخونیم که بسیار یک برنامه شما تشبوس بسیار خوب نشان داد که در برابر که ما در پشت پرده بچه را دعوت میکنیم به کتابخوانی در مکتب و شما در فضای مجازی کار میکنیم. ما فکر میکنیم بسیار کار قهرمانیه. ما رحمت به شما میگم و ما یک چند کتابی را دارم که من میخوام امیر قسمتش نیاوردم که با اجازه شما میگم شون
یکی از همین کتابا کتابی ما فکر میکنم باید همه بخونه و کتابی است که توجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، مؤلف امای رحمانوف، پرزیدنت مملکت. همین کتاب برای چی مهمه یکی داره؟ در کتاب اگر خرونولوژی تاریخی را نگاه کنیم از آریان تا سامانیان، اون اینکاس شدگی اینه که در همین صحیفه ابتدای کتاب مسئله چگونه ما استقلالت به دست آوریم، به نقطه اساسی وحدت در رسیدن کدام مرحله را پس سر کردیم، همین بسیار خوب اینکاس شدگی و بسیار خواندنی بابه. و مؤلف میگه که این کتاب ما برای اون نشر میکنیم و مینویسیم که به همه بفهمه باشه. و یک نقطه بسیار خوب داره مدام مخول است و میگه که ما از تاریخ باید علنگه برداشت کنیم، نه خاکستر. یعنی همون نقطه های بسیار روشن تاریخ ما استفاده بریم و تشکل بیاویم میگه. و برای چی گپ میگم؟ یک آنتروپولوژی معروفی اروپا، اصلی نامش در خاطرم نمیاد، سوالش میکنن که تمدن از کجا آغاز شده است، تمدن بشری؟ در تاریخ خوندیم که گوهرای تمدن مصر است، بعضیا میگه چین است، بعضیا میگیم سرزمین آریایی ها است و دیگر بحثی کلان است. و بسیار یک جواب عجیب هم میده آنتروپولوژ، میگه که نشانه تمدن از همون جایی که وقتی شما همون استخوان‌های جسدی که همین پاشران شکستگی باشه از همون جا در میابین که تمدن از کجا آغاز شد. بعد میگن که هیچ خیلی دلیل است که ما باید بفهمیمش. میگه در روز زمانی که انسان وقتی درک میکنه که جای در یک مجروح میشه پشت میشکنه و کسی تصمیم میگیره که او را کمک کنه ببرش و که جایی که او را پناه بده، یعنی متحد باشن که یکم درنده و دیگر نخنش، انمی وحدت و متحدی آغاز تمدنه. هر یک تمدن از متحدی آغاز شده است. من فکر میکنم همینجا بسیار مسائل این کس میشه و توصیه میتونم که همین کتاب با منتظم بخونم. یک با کتابی سطح جهانی هم وارد شده، اگر با تمام زبان‌های دنیا قریب که نشر شده، فرانسوی، عربی و دیگر زبان‌ها بود که این انعکاس کننده تاریخ امروز و گذشته ما بود. من فکر میکنم در برابر توجیکان و دیگر او توجیکان که اگر خصوصیت بیشتر اکادمی داره، این برای همه است. من فکر بعد کتاب دیگری که من میخوام معرفی کنم کتاب ارسطو، کتاب پولیتیکا نام دارد، سیاست. و یک نقطه بسیار مهمی که با موضوع ما موافق است، همین مفهوم استاد محمد عبدالرحمن نوروزویچ در کتاب سیاست شناسی درسی خودش بسیار خوب انعکاس کرد. ارسطو میگه که اساس پیشرفت دولت از زمینه‌های عقلی جامعه وابسته است. یعنی ببینید 3,500-4,000 سال پیش ارسطو میگه اساس پیشرفت دولت از زمینه‌های عقلی جامعه وابسته است و همین چیزا را میگه. و کتابی لنین است، کتاب دیگریش ما مارکسیست نیستم اما بسیار اثرایی که بیشتر خصوصیت اجتماعی داشته را دوست می‌دارم. از جمله لنین بسیار احترام میکنم همچون یک نویسنده اثرهای علمی. لنین برای چه کتابی ما میخوام معرفی کنم؟ کتابی است، کتابی گسودارس، ریولوسی گسودارس، انقلاب با دولت. بله. این کتاب برای چی ما فکر میکنم مهمه؟ برای که غایه ابتدایی بنیاد جامعه سوسیالیستی ابتدایی که اساسی بود در همین کتاب انعکاس شدگی. ما درک میکنیم که در اول سوسیالیسم چی گونه باید شکل میگرفت بعدا خیلی شکل دیگر گرفت دیگره که بسیار همین کتاب در خوب انعکاس شدگی. و با چند کتابای دیگه است که دلیل با فیلم پرگویی نشد، من میخوام که بگم کتاب دیگر است که مقدمه ایده ملی از مؤلف محمد عبدالرحمن نوروزویچ، کتابی درسی هم اما بیشتر مسئله مقدموی شناخت هویت از جمله هویت ملی بررسی میشه و بیشتر ما در کدام نقطهش معقول شد که در موجه بعد از در عصرهای میانه وقتی تو زمانی که رشد عصر 17 فرجام عصر 17 فرهنگی فرانسوی در اروپا رشد میکنه. هر کسی که الیت جمعیتی بودن باید با فرانسوی صحبت میکردن، هر کسی روحانی باشن باید با لاتینی صحبت میکردن. حتی همین اروپا در رواج یافتگی بود و انگلیس برای حتی 200 سال زبان انگلیسی بود، رسمی انگلیسی و فرانسوی بود. بله،
یکی از فیلسوف روحانی انگلیا جان والتز اگر غلط نکنم هم در کتاب میگردم میگه که برای که هویت ملی انگلیس زیاد شود میگیرن اولین بار شده همون فیلسوف کتاب بیبل را ترجمه میکنه به انگلیسی و یک تز بسیار معروفی هم داره میگه که خدا انگلیس است به حد مکانیزم ببینید چقدر برای هویت نگاه داشتن خدا انگلیس است و او به زبان انگلیسی سخن میکند شما افتخار کنید که فرزندانی خدای هستید که انگلیسی صحبت میکنه نه ایتالیایی نه فرانسوی نه لاتینی همین نقطه بسیار مهمه و ما در پیروی همون کتاب وقتی خواندم و چندین کتاب‌های دیگر هم بود مقدمه ایدئولوژی ملی هست با مقدمه ملت شناسی من یک کتابی نوشتم یک مقاله نوشتم مقدمه ایده ملی برای تاجیکستان معاصر و بسیار همون تجربه‌های دیگر خلقیت‌ها را از جمله مارگاریتا تچر چه خدمت‌ها کرده و همین نقطه را در اونجا بیان کرد من فکر میکنم با همین گپام بود شد سلامت باشین امید جان خیلی تشکر که از راه دور به برنامه کتابخوان آمدید و ما تشویق دادیم شما رو این کامیرای برنامه کتابخوان در اختیار شماست شما با همنسلان خودمون یا با آنهایی که دانشجو هستند با آنهایی که میخواهند به سمت علم بروند دانش بروند و امروز فعالیت دارند در کشور در بخش‌های گوناگون علمی من در نظر دارم جوانان رو عالمان جوان رو آموزگاران جوان رو مخصوصا آموزگاران جوان که این شب خیلی دلسرد هستند خیلی دلمانده هستند پیام شما اندیشه شما نظر شما چیست بگید برنامه رو جمع بس کنید آینده منتصر انسان‌های بزرگ است خلق‌های بزرگ است و دولت‌های بزرگ است و بزرگی هر خلق ملت و هر نفر این دانش کتاب معرفتی است من فکر میکنم ما باید انم آینده که ما را منتظر است کمر همت بخمو کتابخوانی با مطالعات پژوهش‌هایی که با منفعت‌های کاملی ارزش‌های انسانی و ملی روانه کرده شد. در برنامه با ما بودند عزت امید جان از دانشگاه کلوب به برنامه خوش آمدید و این برنامه کتابخوان بود تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید خدا یاری آورد.